اگه این تکنیک رو بلد باشی به لهجه هر زبونی بخوای میتونی عین خودشون صحبت کنی. Want to speak English like American people? You can. تريد تحكي باللغة العربية؟ تقدر. الا istediğin Türkçe danışasan o da olur. حرف‌های هر زبونی رو مثل خودش تلفظ کن. مثلا میخوای انگلیسی تلفظ کنی W رو و نگو. I wanna نگو. I wanna. ببینی؟ what. مثلا what نگو. what. W رو تلفظ کن. حرفا رو عین خودش. مثلا میخوام بگم اسمت چیه؟ نگو what is your name. What is your name? What is your name? عربی هم همینه. عربی عین از ته حلق تلفظ میشه. مثلا میگم تعلم باللغة العربی. تعلم عین. میبینی از ته حلقم میاد، یعنی عینه قلمبه گفته میشه. یا توی ترکی هم دقیقاً همینه. مثلا توی ترکی ما ترکی میبینی که میگم اینجوری میگم ولی istiyorsan ترکی danışırsan ترکی نمیگم، میگم ترکی. چی میبینی؟ یعنی لهجه دقیقاً روی حرف، به حرفا رو بلد باشی یه چند بار تمرین کنی لهجت به همون زبون میره.